تموم شد آقای خروشوف بلند شد و نطق کردن. اول دستور داد که براش یه دونه شیشه ودکا بیارن. آمدن قر این شیشه رو ریخت توی لیوان پر و درست همینطور که من و شما آب میخوریم قرد. اونم کله چیزی داشت، تراشیده کچلی داشت. این هم تو قرد دادم. بعدم یک دفعه بدون مقدمه شروع کرد به ایران و اعلیحضرت حمله کردن که ما به شما بارها میگیم با ما دوست باشید، شما نمیخواید با ما دوست داشته باشید، شما چیز میکنید. ما میدونید که این قدرت داریم که اگه بخوایم در یک لحظه میتونیم ایران رو از بین ببریم و ایران رو بخوریم و ایران حمله کنیم. ما به شما گفتیم که چیز اینها، بنابراین باید بدونید که نمیتونه شوروی اندیفران باشه راجع به این قسمت ها و بساط، یک چیزی که اصلا به کلی همان محیط. و این آقای علیوف هم داره اینا رو ترجمه میکنه. من یواش یواش نرو رو بین این دو تا ژنرال گردن کلفتم اینجا افتادم. تقریبا 2 تا 3 تا با اعلیحضرت شاهنشاه فاصله دارم. و حالا چی میشه؟ نطق تموم شد و اعلیحضرت یه دفعه بلند شدن فرمودن که برای من ودکا بیارید. اعلیحضرت آوردن قل. اعلیحضرت شروع کرد قل ودکا رو خوردن. من شروع کرد قلبم دنگ زدن و زیر برقم عرق سرد ریختن. تموم شد و اعلیحضرت شروع کردن دونه دونه جوابای خروشوف دادن که چه امروز روز خوبیه که ما داشتیم گول میخوردیم و داشتیم حرفای شما در ما داشت اثر پیدا میکرد و امروز شما خودتون رو نشون دادیم. تا به حال میگفتید این تقصیر استالینه، حالا میبینیم نه، این افکاری است که شما بر علیه ما دارید. یک دفعه میکویان بلند شد و معاون نخست وزیر بود، نایب چرمن بود، چه چیزی داشت، گفتش که نه این اشتباه شده در این صحبت ها و فلان از این حرفا، اینطور نیست و ما با ایران اینطور داریم و اینطور داریم اینها. اعلیحضرت هم دیگه شجاعت به تمام فرمودن که نه، شما بی خود این آقای علیوف رو بهش این توهین میکنید، چون ایشون برای من ترجمه نکرد. اگه یادت باشه در 2 روز پیش یا فلان موقعی که با هم بودیم شما خودتون من گفتید که سفیر من فرانس روسیش رو از شما هم بهتر صحبت میکنه و این ترجمه رو سفیر من برام کرد.